گوش بدید. من پس این دیوت را پس بشناسید و گول از این خبیث دیوت را نخورید. حالا ما دایتان و تا حالا یک نفرتان پرسان کردید که چی میخوانه؟ خوب آمد. گفت که بد آمد. من اینا دایتان روش استخاره‌ای که امام صادق علیه السلام گفته را دایتان نشان میدم، براتان میخوانم. دقت کنید عزیزان. نشته من برش گیفت ندادم، فعال نگرفت. از یک دیوث از بیشتر انتظار نداشته باش. خوب دقت کنید. در بهار الانوار علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه خواص دریای بهار جلد 91 صفحه 250 از آقا امام صادق علیه السلام این گونه آمده. خوب دقت کنید. وقتی که میخواید استخاره کنید، یقرأ الحمد مرة، سوره حمد را یک دفعه بخوانید. والاخلاص ثلاثا، 3 مرتبه سوره اخلاص را، قل هو الله را بخوانید. درست شد؟ بعد از اون بر محمد و آل محمد 15 15 دفعه بعدش صلوات میفرستید. پس اول سوره حمد الحمدلله را میخوانید، بعدش 3 مرتبه قل هو الله را میخوانید، بعدش 15 دفعه صلوات بر محمد و آل محمد میفرستید. اینا که گفتید بعدش دعا میخوانید. یعنی دعا را من دورترم میگیرم که خواستید عکس بگیرید. این دعا را باید بخوانید. بعدش چی میخوانید که اللهم انی اسالک بحق الحسین و جده و ابیه و امه و اخیه والائمه من ذریته ان تصلی علی محمد و آل محمد وأن تجعل لي خيانة في هذه السبحة وأن تريني ما هو الأصلح لي في الدين والدنيا اللهم إن كان أصلح في الدين ودنياي وعاجل أمري وآجله فعل ما أنا عازم عليه فأمرني وإلا فنهنی، یعنی مرا نهی بکن. در ادامه میگه انک علی کل شیء قدیر. یعنی چی؟ پس چه کار میکنی؟ اول 1 مرتبه سوره حمد میخوانی، بعدش 3 مرتبه قل هو الله را میخوانی، 15 دفعه صلوات میفرستی، یعنی دعا را میخوانی. این دعا یعنی چی؟ که خدایا از تو میخواهم به حق حسین و جدش و پدر و مادرش، امه اخیه ابی، به حق حسین جدش، پدر و مادر و برادرش و امامان از نسلش، اینکه بر محمد و آل محمد درود بفرستی و خیرم را در این تسبیح قرار دهی، در این سبحه خیر مرا در این تسبیح قرار بدهی و آنچه را که صلاح دین و دنیای من هسته برای من نشان بدی. خدایا اگر مصلحت در دینم هسته، دنیا امروز و فردایم، اگر اصلاح از من، مصلحت من در دینم هسته، در دنیای من هسته، در امروز یا فردایم هسته، در حالا در هر کاری که هسته که قصد از او مدارم که عازم علی، قصد انجام از این کار را دارم، مرا از اون فامرنی، مرا دستور بده خوب بیاد. بعدش اگر نه این برای من بد هسته، مرا از انجام از اون نهی کو. انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر کاری توانا هستی. بعدش چه کار میکنی؟ سپس یک قبضه از تسبیح، یک ذره مهره های تسبیح، حالا با تصویری نشان میدم. یک خورده از مهره های تسبیح در دست خود نگه میداری، یک خورده از مهره های تسبیح دست خود نگه میداری و میشماری. چگونه میشماری؟ اولی را میگی سبحان الله، دومی را که آوردی میگی الحمدلله، سومی لا اله الا الله. همینجوری ادامه میدی تا اینکه در آخریش برسی. اگر سبحان الله شد مهره آخر، ذکر آخر سبحان الله شد، یعنی خودت مخیر هستی، خودت انتخاب کو خوب یا بدش. اگر الحمدلله بود او کار خوب هسته. اگر لا اله الا الله بود او کار بد هسته، انجام نده. پس چی شد؟ انگاری ما براتون یک دفعه اینجوری هم نشان بدم که سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله، همینجوری سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله تا دانه آخر که سبحان الله میفته، الحمدلله میفته یا لا اله الا الله. آخری که از این در دست خود نگه داشته بودی، یکی در دستت آمد، اگر از اول شروع میکنی سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله، آخرین دانه اگر سبحان الله بود یعنی فرق نمیکنه انجام دادن یا ندادنش. الحمدلله بود یعنی خوبه انجام بدی، اگر لا اله الا الله بود یعنی انجام ندی، فرقی هم نمیکنه. این کارهایی که گفتم، دعایی که گفتم رو بخونید، بعدم تسبیح را یک قبضه از تسبیح هر چقدر در دستتون آمد، یک قبضه از تسبیح در دست خود بگیرید. اما وقتی که در دستم آمد اینمی رو میگیرم، از یک طرف شروع میکنم سبحان الله لا اله الا الله الحمدلله، سبحان الله لا اله الا الله الحمدلله، همینجوری تا دانه آخر.